بهترین محل میز غذاخوری کجاست؟ میز غذاخوری داخل آشپزخونه قرار نمیگیره. در واقع داخل آشپزخونه ما میز صبحانه خوری رو داریم که برای وعده‌های سبک و برای استفاده اعضای خانواده است و ما هیچ وقت مهمانمون رو به داخل آشپزخونه نمیبریم. بنابراین بهترین محل برای قرارگیری میز غذاخوری نزدیک به آشپزخونه است که علاوه بر خدمات رسانی بهتر، ما چیدمان نشیمن نزدیک به آشپزخونه نداشته باشیم که حریممون حفظ بشه. اگر میز غذاخوری رو نزدیک به پنجره بذاریم گزینه بسیار مناسبی هست و اگر شما بتونید همزمان میز غذاخوریتون رو هم نزدیک آشپزخونه و هم نزدیک پنجره چیدمان کنید، نشان دهنده این هست که پلان بسیار عالی رو دارید. میز غذاخوری باید با مبلمان پذیراییتون هم سبک باشه. اگر فضای بزرگی دارید میتونید از لحاظ رنگ و متریال با میز جلو مبلیتون کمی تفاوت داشته باشه، اما اگر فضای کوچیکی دارین باید میز غذاخوریتون با ست مبلمان پذیراییتون کاملا هم رنگ و هم متریال